مبارزه‌ای که مردم ایران دارن میکنن و این مبارزه ادامه داره، اپوزیسیونی در کار نیست. واقعیت این است یه فرقه رجوی هست، احزاب اقلیت تجزیه طلب هستند، یک اپوزیسیون محکم دموکراتیک معقولی در کار نیست، گروه های محدودی هستند. حالا با توجه به این واقعیات فرض کنیم اپوزیسیون دموکراتی هم بود، طرفدار گذر صلح‌آمیز بود از جمهوری اسلامی به یک ایران دموکراتیک، اصلا در این شرایط منطقه‌ای بختی داشت؟ ایران رو میگین؟ بله بله. ببینید در ایران هم شما کاملا درست توضیح دادین، یک اپوزیشن سازمان یافته دموکراتیک وجود نداره. اون اپوزیشن یه فرقه‌ای در اونجا هست به اسم مجاهدین رجبی که اون مثل فرقه حسن صبا یا مثل داعش تو اون خط است. ارتباطی با جامعه ایران و مردم ایران و خواسته های بیش از 70% مردم ایران که بعد از انقلاب متولد شدن ارتباطی با اونها نداره.